زیردریایی موثرترین جنگ افزار اقیانوس پیما برای شکست کشتی‌های دریاییه و یکی از مخوف‌ترین سلاح‌های جنگ جهانی دوم به شمار می‌رفت. چندین کشور در طول جنگ جهانی دوم زیردریایی ساختن و اونا رو وارد خدمت کردن. از میون اونا آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه جماهیر شوروی بیشترین موفقیت رو تو صنعت ساخت زیردریایی داشتن. با ما همراه باشید تا 6 تا از بهترین و بدترین زیردریایی دنیا رو ببینیم که آخریش بدترین فاجعه‌ای رو به بار آورد که شنیدن داره. اولین زیردریایی آلمانی یو 99. زیردریایی آلمانی یو 99 یک زیردریایی نوع VWIB که مربوط به آلمان نازی تو طول جنگ جهانی دوم بود. این زیردریایی در 12 مارس 1940 به آب انداخته شد و به ناوگروه هفتم یوبوت مستقر در کل منصوب شد. یو 99 یکی از موفق‌ترین زیردریایی آلمانی در جنگ جهانی دوم بود که 38 کشتی رو در 8 گشت خودش غرق کرد و به 5 کشتی دیگه هم آسیب رسوند. طول این سلاح جنگی 66.50 متر و ارتفاع اون 9.50 متر بود. این زیردریایی حداکثر سرعت سطحی 17.9 گره و حداکثر سرعت زیر آب اون 8 گره بود و زمانی که زیر آب میرفت میتونست 90 مایل دریایی رو با سرعت 4 گره طی کنه. یو 99 دارای 5 لوله اژدر 53.3 سانتی متری بود که 4 مورد اون قسمت کمان و یکی هم تو عقب زیردریایی بود. 4 اژدر، یک تفنگ دریایی 88 سانتی متری و 220 تا گلوله هم داشت. دومین زیردریایی یو 103 اوبوته. در طول جنگ جهانی دوم یو 103 یکی از موفق‌ترین زیردریایی آلمان بود که 46 کشتی را غرق کرد و به 3 تا کشتی دیگه هم آسیب رسوند. ایجاد ناوگان زیردریایی آلمان بخشی از چشم‌انداز هیتلر برای یک نیروی دریایی جنگی نازی در کلاس جهانی بود. این زیردریایی در سپتامبر 1940 در اقیانوس اطلس شمالی مستقر شد و موفقیت‌های چشمگیری داشت. این زیردریایی حداکثر سرعت سطحی 18.2 گره داشت و حداکثر سرعت غوطه‌وریش هم 7.3 گره بود. زمانی که زیر آب میرفت میتونست 64 مایل دریایی رو با سرعت 4 گره طی کنه. زیردریایی یو 103 با 6 لوله اژدر 53.3 سانتی متری، 22 اژدر، یک اسلحه دریایی 10.5 سانتی متری، 180 گلوله و همچنین یک اسلحه ضد هوایی 2 سانتی متری مجهز بود. و با این تسلیحات تونست از طریق شکاف بین جزایر فارو وارد اقیانوس اطلس شد. اولین پیروزی یو 103 با غرق شدن نیلابورتن در میانه اقیانوس رقم خورد. سومین زیردریایی ژاپنی IJN I-201. در میانه جنگ جهانی دوم ژاپن محتمل خسارت قابل توجهی از ناوهای جنگی، زیردریایی و هواپیمای تهاجمی نیروهای متفقین توی اقیانوس آرام شد. نیروی دریایی ژاپن که مجبور به اجرای برنامه ساخت زیردریایی اضطراری شد، زیردریایی کلاس I-201 رو از سال 1943 تا 1944 طراحی و توسعه داد. این زیردریایی‌ها دارای فناوری پیشرفته‌ای بودند که همین برتری اونها را در میان سریع‌ترین موتورهای دیزلی اقیانوس پیما قرار داد. این مورد از بهترین زیردریایی جنگ جهانی دوم رقیب زیردریایی نوع XSI آلمان قلمداد می‌شدند. زیردریایی I-201 با طول 259 فوت و کشش 18 فوتی از دو موتور دیزلی بهره می‌برد که 2750 اسب بخار قدرت برای سفرهای سطحی تولید می‌کرد و 4 موتور الکتریکی که 5000 اسب بخار را به 2 میل پروانه می‌فرستادند، در حالی که حداکثر سرعت اون به 16 کیلومتر می‌رسید و این سرعت کمتر از سایر زیردریایی جنگ جهانی دوم به شمار می‌رفت. سرعت غوطه‌وری 19 گره‌ای اون 2 برابر برخی از دشمنان آمریکایی خودش بود. تسلیحات این زیردریایی شامل 4 لوله اژدر 533 میلیمتری با 10 اژدر سریع 95 و 2 تفنگ ارشد ضد هوایی 25 میلیمتری بود. I-201 طراحی ساده‌ای داشت و مهندسان نیروی دریایی ژاپن اون رو با یک دیوار کناری قوسی شکل که تقریباً در تمام طول بدن قرار داشت طراحی کردند. شکل منحصر به فرد این زیردریایی در کنار موتورهای قدرتمند سرعت غواصی بالاتری رو به اون داد. اگرچه نیروی دریایی ژاپن ساخت 22 زیردریایی I-201 رو برنامه‌ریزی کرده بود که میتونه سهم قابل توجهی تو جنگ داشته باشه، اما فقط تونست 3 تا از اونها رو بسازه و تو جنگ شرکتشون بده. چهارمین زیردریایی USS تنگ ساخت ایالات متحده است.
USS تنگ موفق‌ترین زیردریایی آمریکایی تو جنگ جهانی دوم بود که موفقیت اون با تعداد کشتی غرق شده 33 کشتی دشمن اندازه‌گیری شد. افتخارات متعددی از جمله 4 ستاره نبرد، 2 مورد استناد واحد ریاست جمهوری و مدال افتخار به اون اعطا شد. طول ناو USS تنگ 287 فوت بود و با حداکثر سرعت 20 کیلومتر در ساعت و 18 کیلومتر در هنگام غوطه‌ور شدن حرکت می‌کرد. این زیردریایی در سال 1943 ساخته شد. موتورهای دیزلی با قدرت 4500 اسب و بخار این زیردریایی روی سطح حرکت می‌دادند و 2 موتور الکتریکی با قدرت 5600 اسب و بخار 2 شافت و پروانه را در زیر سطح نیرو می‌دادند. این مورد از بهترین زیردریایی جنگ جهانی دوم که با 6 لوله اژدر 21 اینچی در جلو و 2 لوله اژدر 19 اینچی در عقب ساخته شده بود، بخشی از زیردریایی کلاس بالا او به شمار می اومدند که برای رفع برخی از کاستی‌های کلاس گاتو از جمله مشکلات عمق ساخته شده بودند. این زیردریایی با پوسته و قاب بدنه تحت فشار با استفاده از پولاد و استحکام بالا ساخته شدند که با آنها اجازه میداد تا عمق 120 متری زیر آب برند. با این حال USS تنگ زمانی که با عمق 187 متر در طول آزمایش قبل از جنگ رسید، توانست عمیق‌تر پیش برود، در حالی که زیردریایی آلمانی جنگ جهانی دوم سریع‌تر بودند و برد بهتری داشتند. اما زیردریایی‌های آمریکایی به دلیل اقدامات تشخیص اجتناب بهتر هنگام غوطه‌ور شدن در نبرد موثرتر بود. پنجمین زیردریایی USS واهو ساخت ایالات متحده. زیردریایی واهو در 15 می 1942 مدت کوتاهی پس حمله غافلگیرانه ژاپن به پرل هاربر در دسامبر برای انتقام طراحی شد. این زیردریایی توانست در عمق حداکثر 300 فوتی عملکرد خوبی از خود نشون بده و به مدت 48 ساعت در زیر آب بمونه. واهو دارای استقامت گشتنی 75 روز و برد کروز 11000 مایل با سرعت 10 گره دریایی بود. این زیردریایی با حداکثر سرعت 20.25 گره دریایی در سطح و 8.75 گره دریایی در هنگام غوطه‌ور شدن حرکت می‌کرد. از جمله تجهیزات واهو میتونیم به 24 اژدر شلیک شده از 10 لوله اژدر 21 اینچی، یک قبضه 3 اینچی، 50 کالیبر هرشه‌ای 2 منظوره، 2 کالیبر 50 و 2 مسلسل کالیبر 30 اشاره کرد. ششمین زیردریایی کلاس تی انگلستانه. در طول دهه 1930 نیروی دریایی بریتانیا تصمیم گرفت زیردریایی کشتی خارجی خودش رو جایگزین کنه، زیرا عملکرد ضعیفی از خودشون به نمایش گذاشته بودن. بنابراین ساخت زیردریایی دیزل کلاس تی نیروی دریایی سلطنتی در سالهای 1934 و 1935 آغاز شد. این زیردریایی جدید تحت دستورالعمل‌های طراحی سختگیرانه قرار گرفتند و یک تسلیحات قوی و مدت زمان گرسنگی حداقل 42 روزه برای خدمت از راه دور نیاز داشتند. با این حال شکل کمان هنگام بیرون آمدن تاثیر نامطلوبی بر صورت داشت و بریتانیا رو وادار کرد تا نوع زیردریایی کلاس تی اصلاح شده با شکل کمان ساده‌تر بسازه و لوله‌های کمان برقرار حرکت کنه. اگرچه زیردریایی کلاس تی در طول جنگ با موفقیت قابل توجهی در برابر زیردریایی دشمن دست یافتند و 13 زیردریایی دشمن شامل 6 زیردریایی ایتالیایی، 4 زیردریایی آلمانی و 3 ژاپنی را غرق کردند، اما این رکورد با یک حادثه فاجعه‌بار خدشه شد. در دسامبر 1939 خدمه زیردریایی دیگری را در نزدیکی سواحل نروژ مشاهده کردند. هنگامی که قایق به ارتباطات رادیویی پاسخ نداد، تریتون 2 اژدر شلیک کرد و اولین زیردریایی بریتانیایی که در طول جنگ جهانی دوم گم شده بود، یعنی HMS اولکس را غرق کرد. توی ویدیوی بعدی با 5 مورد از پیشرفته‌ترین زیردریایی جهان آشنا میشیم.